بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. برادران عزیز، خواستم که حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم را برسانم که عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که عن النبی صلی الله علیه و سلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. یعنی عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که 2 رکعت نماز بامداد بهتر از دنیا و اون چیزی که در دنیا هست. و چی خاطر ما را کردم که با خاطری که نماز بامداد است حاضرین حال در پیش ما، یعنی یعنی ارسا همی دانگ و برانگشون یعنی قرار نمیکنه. یعنی وقتی نماز بامداد ما را بیدار میکنه. با هم خاطر دوستان عزیز، یعنی الصلاة خیر من النوم، یعنی نماز بهتر از خواب است. با هم خاطر دوستان عزیز از خواب بخیزین، نماز بامداد را بخوانین. حی علی الصلاة حی علی الفلاح. السلام علیکم و رحمت الله.